қуввату нерӯйтан аз варзиш аст. аз ин рӯ ба ҳар як шумо тавсия медиҳем ки мисли ҳамсолонатон аз кӯдакистони рақами 98 пойтахт пайваста ба варзиш машғул шавед ва солиму бардам ба камол расед. салом дӯстони азиз, мухлисони маҳбубтарин барномаи варзишии телевизиони Баҳористон, офарин. дӯстони азиз, читаро ки мебинед, иштирокчиёни барнома аллакай дар майдон саф карданд ва биёед ҳоло бо дастаҳо шинос мешавем. ҳамин тариқ аз тарафи рости ман дастаи маҳина. خیلی خوب و از طرف چپ باشد دسته انیسه. آفرین دوستان عزیز، همین طریق با دسته ها شناس شدیم. حالا باشه من از بازیگران خواهش می‌کنم که به جای خشم گذارن و با مسابقه جدی آماده شوند. تا این مدت من شما رو با حکمانی برنامه شناس میکنم. ما با هر دو دسته برار میخواهیم. برنامه امروز رو حکمان در هیئت زیرین به گزاری مینمایند. مربیان کودکستان سعادت دودووا و حافظه دولتова. شرح و داوری بازی امروزه من کرمسلوی اسلام. اینا شک صدود و شرطی نخستین مسابقه امروزه آغاز شد. ببینید که شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این بازی در دست اشتراکچیان حلقچه ها به نوبت به میدان برآمده. از حلقچه ها پیرامید ساخته داخل میدان میره و باز به مرا برمیگردن. ادامه بازی رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی باجوش و خروش ادامه دارد. برتر نصیب دسته انیسه است. اشتراکچیان دسته معینه کوشش کرده استادان دسته‌شون به پیش کشند، ولی ورزشکاران دسته انیسه برتری رو از دست دادنی نیستند. پس معلوم میشود که اونها عزم غلبه کردن دارند. اشتراکچیان نوبتی دسته رو میبینیم. اینک پس از چند لحظه دخترکان به میدان میبرند و بیاید مهارت بازی دخترانی دسته رو میبینیم. دختران نیز در این شرط خیلی فعال هستند و بازی رو زود به خطا اجرا کرده استادند. بازی ادامه دارد. اشتراکچیان نوبتی دسته ها دسته ها قریب که برابر شدن. بله دسته ها برابر شدن. ادامه بازی رو میبینیم. اینک پس از چند لحظه دخترکان آخری دسته ها به میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر غالب این شرط معین میگردد و میبینیم که در این شرط کدام دسته غالب میآید. برتر نصیب دسته انیسه است و در این شرط دسته انیسه غالب آمد. آفرین به دسته انیسه. شرط نوبتی و ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این بازی اشتراکچیان عملهای گیمناستیک را اجرا میکنند. آنها به نوبت به میدان برآمده از داخل حلقه گیمناستیک گذشته علامت گیمناستیک غیر میزنند تا آخر میدان رفته با زمین عملها رو تکرارا اجرا نموده به مرا برمیگردند. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اشتراکچیان نوبتی دسته رو میبینیم. برتر نصیب دسته انیسه است. بازی خط باشه دوستان عزیز. در اینجا اشتراکچیان دسته ماهینه کوشش کرده استادان دسته‌شون رو به پیش کشند، ولی ورزشکاران دسته انیسه برتری رو از دست دادنی نیستند. پس معلوم می شود که اونها عزم غلبه کردن دارند. اشتراکچیان نوبتی دسته رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید. ادامه دارد بازی. اینک از دسته انیسه دخترکان به میدان برآمدن و این معنی اون رو دارد که برتری نصیب دسته انیسه است. بازی با جوش و خروش ادامه داره. اشتراکچیان نوبتی دسته رو میبینیم. ادامه دارد بازی. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. دخترکان در این شرط خیلی فعال هستند و بازی رو زود به خطا اجرا کرده استادند. اشتراکچیان نوبتی دسته رو میبینیم. ادامه دارد بازی. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. اشتراکچیان نوبتی دسته رو میبینیم. اینک از دسته انیسه دخترک آخرین به میدان برآمد و میبینیم که در این شرط کدام دسته غالب میآید. در این شرط دسته انیسه غالب آمد. آفرین به دسته انیسه. اینک شرط نوبتی و ببینید که در این شرط دخترکان در کرسی‌ها نشسته سران از دست دختران گرفته به مرا برمیگردند.
بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. ادامه بازی رو میبینیم. برتری نصیب دسته ماهینه است. ایشون دسته انیسه کوشش کرده استادن دستشون رو با پیش کشند، ولی ورزشکاران دسته ماهینه برتری رو از دست دادنی نیستند. ادامه بازی رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. نه پاس از چند لحظه پیشرکون اخیر دست با میدان میبرند و پاس از چند لحظه دیگر گلی بیشتر معین میگردد و میبینیم که در این شرط کدام دسته گلی میآید. برتری همون نصیب دسته ماهینه است و در این شرط باز دسته ماهینه گلی با مد آفرین و دسته ماهینه خان زنید. شرط نوبتی و ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این بازی در دست اشتراکیان چنبرکی ماشین رونده از بین مانیا گذشته تا آخر میدان می روند و باز به مرا برمیگردند. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. این زمان برتری نصیب دسته ماهینه است. ایشون دسته ماهینه کوشش کرده استادن به پیش برویند و ادامه بازی رو می بینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه داره. ایشون نوبتی دستا رو می بینیم. برتری نصیب دسته انیسه است. خاطرات میکنم که دسته انیسه با لباس‌های سرخ و دسته ماهینه باشد. با لباس‌های کبود در میدان بین حق آزمایی دارند. این اگر دسته انیسه دخترکان به میدان بر اومدند و ببینید که اونها خیلی فعال هستند و بازی رو زود به خطا اجرا کرده استادند. ایشون نوبتی دسته رو میبینیم. با دقت تماشا کنید. دوستان عزیز چنین بازی‌ها رو در خانه‌های خود در میدانچه‌های ورزشی نزد حولی‌هایتان یا مکتب بخش‌ها پیوسته تشکیل نموده با ورزش مشغول شوید. زیرا ورزش را گرو سلامتی و سرچشمه زیبایی میگویند. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید. بازی ادامه دارد. ایشون نوبتی دستا رو می‌بینیم. در اینجا ایشون دسته انیسه به خطاگی راه دادند و می‌بینیم که در این شهر کدام دسته گلی می‌آید. در این شهر دسته انیسه گلی با مد آفرین و دسته انیسه. شرط نوبتی ببینید که این شرط خیلی شوق‌آور است. در این بازی ایشون با توپ بازی میکنند. اونها در دست توپ به میدان برآمده از داخل حلقه نصیب گذشته تا آخر میدان میروند. از داخل حلقه گذشته تا آخر میدان رفته باز به مرا برمیگردند. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه داره. ایشون نوبتی دستا رو میبینیم. دستا برابر هستند. ادامه بازی رو میبینیم. برتری نصیب دسته انیسه شد. بازی با جوش و خروش ادامه داره. ایشون نوبتی دستا رو میبینیم. ایشون دسته انیسه خیلی به پیش بر اومدن و در اینجا ایشون دسته ماهینه کوشش کرده استادن که دستشون رو به پیش کشند ولی ورزشکاران دسته انیسه برتری رو از دست دادنی نیستند. پس معلوم شود که اونها عزم غلبه کردن دارند. اینا دخترکان به میدان بر اومدن و باید مهارت دخترکانی دستا رو میبینیم. بازی ادامه دارد. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. ایشون نوبتی دستا رو میبینیم. اینک از دسته انیسه دخترک آخرین به میدان بر اومد و میبینیم که در این شرط کدام دسته گلی میآید. در این شرط باز دسته انیسه گلی با مد آفرین و دسته انیسه. این شرط نوبتی و ببینید که در این بازی در دست پسران سبچه در داخلی سبچه سه تا توپچه به نوبت به میدان بر اومده. توپچه رو در داخلی حلقه گذاشته تا آخر میدان میرند و باز به مرا برمیگردند. دخترکان زمین عملها رو اجرا نموده توپها رو گرفته به مرا برمیگردانند و همینطور بازی ادامه می‌یابد. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. ایشون نوبتی دسته ها رو می‌بینیم. برتری نصیب دسته ماهینه است. ایشون دسته ماهینه کوشش کرده استادان دستشون رو به پیش کشند ولی ورزشکاران دسته انیسه برتری رو از دست دادنی نیستند. بازی ادامه دارد. نه دسته ماهینه به پیش بر اومد. اصلا با ورزشکاران دسته ماهینه ادامه بازی رو می‌بینیم. بازی خط تماشا کنید. بازی خط تماشا کنید. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. ایشون نوبتی دسته ها رو می‌بینیم. بازی خط باشید دوستان عزیز.
دسته‌ها قریب که برابر هستند. دسته انیسه با پیش برآمد. ادامه دارد بازی. اینک از دسته انیسه پسرک اوخرین با میدان برآمد. پس از چند لحظه دخترکان اوخرین دسته با میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر غالب این شرط معین میگردد و میبینیم که در این شرط کدام دسته غالب میآید. ادامه دارد بازی. در این شرط باز دسته انیسه غالب اومد. آفرین به دسته انیسه. این شرطی نوبتی ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این بازی شوچون به نوبت به میدان برآمده از داخل حلقه گیمناستیک هم که گذشته تو آخر میدان میروند و باز همین عملها رو تکرارا انجام نموده به مرا برمیگردند. ببینید اگرچه اولی بازی است شوچون دسته مهینه پیشرفت هستند و در آخر آنها برتری رو از دست میدهند. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. شوچون نوبتی دستا رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی ادامه دارد. دسته‌ها برابر هستند. ببینید که مخلصان دسته‌ها را چگونه پذیرایی می‌نمایند. البته پذیرایی نمودن مخلصان و دسته‌ها قوا و نیرو می‌بخشد. آنها با وجد آمده بازی را زود به خطا اجرا می‌کنند. ادامه بازی را می‌بینیم. بازی خط تماشا کنید. بازی ادامه دارد. شوچه نوبتی دسته‌ها را می‌بینیم. نک پس از چند از دخترکان با میدان میبرایند. بازی خط تماشا کنید. دخترکان در این شهر خیلی فعال هستند و بازی رو زود به خطا اجرا کرده استادند. برتری نصیب دسته انیسه است. بار دیگر خاطررسانی میکنم که دسته انیسه با لباس‌های سرخ و دسته مهینه باشد با لباس‌های کبود در میدان بین هم قوا آزمایی دارند. ادامه بازی رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. شوچه نوبتی دستا رو میبینیم. ادامه دارد بازی. در اینجا دخترکان دسته مهینه کوشش دارند که دستشون رو به پیش کشند ولی ورزشکاران دسته انیسه برتری از دست دادنی نیستند. ادامه دارد بازی. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. اینک پس از چند لحظه از دسته انیسه دخترک آخرین به میدان میبرد و پس از چند لحظه دیگر غالب این شهر معین میگردد و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالب میآید. شوچه نوبتی دستا رو میبینیم. در این شهر دسته انیسه غالب آمد. آفرین به دسته انیسه. این شرط نوبتی ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده میشود. در این بازی در دست شوچون توپچه‌ها به نوبت به میدان برآمده. از بین مانی‌ها گذشته تا آخر میدان میروند. توپچه‌ها رو در داخل سبدها به نشان میگیرند و باز به مرا برمیگردند. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. دست‌ها برابر حرکت کرده استادن. ادامه بازی رو میبینیم. نک سرکان آخرین دستا به میدان برآمده و اکنون نوبت دخترکان فرا میرسد. به مهارت دخترانی دستا رو میبینیم. برتری نصیب دسته مهینه است. بازی ادامه دارد. بازی خط تماشا کنید. شوچه نوبتی دستا رو میبینیم. اینک پس از چند لحظه دخترکان آخرین دستا به میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر غالب این شهر معین میگردد و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالب میآید. در این شهر دسته مهینه غالب آمد. آفرین به دسته مهینه. خنزنه. دوستان عزیز در اینجا همه شرط مسابقه امروز آفرین به انجام رسید و فرا رسید لحظه اعلان نمودن خالها به دستاورده دسته ها. موافقی با گزارش حکمان برنامه دسته مهینه صاحب 30 خو و دسته انیسه باشد صاحب 36 خو.
دوستان عزیز ما غلبت دسته انیسه رو مبارکباد میگیم و از حکمان برنامه خواهش می‌کنیم که به هر دو دسته تحفه‌های خود تیمان رو تقدیم نمایند. مرحمت. دوستان عزیز در اینجا وقتی با برنامه آفرین جودوژا به انجام رسید. آیا میخواهید که در برنامه آفرین شرکت ورزید و هنر و مهارت ورزشی خش رو به امثالتان نمایش بدید؟ خیلی خوب این ترکیب باشه ما نزد شما میایم تا آخرین نوبتی شاد و خرم باشید. خیر